سلام به همه. امروز میخوام شما رو ببرم به سفری در دل تاریخ. سفری که از حسادت برادران شروع میشه. با وسوسه زلیخا ادامه پیدا میکنه و در نهایت به پیروزی ایمان و عشق الهی ختم میشه. این قصه چیزی نیست جز حکایت یوسف و زلیخا. یوسف پسری زیبارو و پاک دل بود. برادرانش از مهر پدر به او حسادت می کردند. شبی نقشه‌ای کشیدند و او را به صحرا بردند. در لحظه تلخ کودک بیگناه را در دل چاه انداختند و به پدر گفتند گرگ او را دریده است. اما خداوند تقدیری دیگر برای یوسف رقم زده بود. کاروانی از راه رسید و او را پیدا کرد. به مصر بردند و به قیمتی ناچیز فروختند. خریدارش عزیز مصر بود و از همان روز سرنوشت یوسف با دربار مصر گره خورد. زلیخا همسر عزیز مصر زنی بود که در میان تجمل و شکوه زندگی می کرد. اما نگاهش به چهره یوسف افتاد، همه چیز تغییر کرد. زیبایی یوسف فقط ظاهری نبود، در سیمایش پاکی و معنویت موج می‌زد. زلیخا شیفته او شد. دلش می‌خواست یوسف را به دست بیاورد، اما یوسف می‌دانست عشق زلیخا از جنس نفس است، نه حقیقت. او بارها به خدا پناه برد و از وسوسه‌ها گریخت. روزی که زلیخا در خلوت به او نزدیک شد، یوسف گریخت و در آن فرار پیراهنش از پشت پاره شد. عزیز مصر ماجرا را شنید، اما وقتی حقیقت آشکار شد، همه فهمیدند یوسف بیگناست. با این حال برای حفظ آبرو یوسف به زندان افتاد. ولی زندان برای او برتر بود تا آلوده شدن به گناه. در زندان یوسف به همه امید و آرامش میداد. او توانایی ویژه‌ای داشت، تعبیر خواب. وقتی فرعون خواب عجیبی دید که هیچ کس نتوانست تعبیر کند، نام یوسف بر سر زبانها افتاد. یوسف از زندان به کاخ فرعون آمد و خواب او را تعبیر کرد. 7 سال فراوانی خواهد آمد و بعد 7 سال قحطی. این پیشبینی نجات بخش شد. فرعون تحت تأثیر خرد و ایمان یوسف او را به مقام بزرگی رساند. حالا همان کودکی که روزی در چاه افتاده بود به یکی از بزرگترین شخصیت‌های مصر تبدیل شد. اگه تا اینجای قصه برات جالب بوده، کانال رو دنبال کن تا بقیه داستان‌های عاشقانه و تاریخی رو هم از دست ندی. اما قصه اینجا تمام نمی شود. شاعران ایرانی مثل جامی داستان یوسف و زلیخا را از زاویه دیگر دیدند. آنها گفتند عشق زلیخا فقط یک وسوسه دنیوی نبود، بلکه نمادی از عشق روح به سوی جمال الهی بود. در روایت جامی زلیخا در سالخوردگی به شدت درمانده شد و عشقش به یوسف خاموش نشد. خداوند در دعایی که یوسف برای او کرد، جوانی و زیباییش را به او بازگرداند و این بار عشق میانشان نه جسمانی بلکه روحانی بود. این نگاه عشق زلیخا را از یک دلدادگی ساده به نمادی از سلوک و جستجوی حقیقت تبدیل کرد. حالا که این قصه رو شنیدیم، میتونیم به خودمون نگاه کنیم. چند بار در زندگی مثل زلیخا چیزی رو از روی نفس خواستیم و چند بار مثل یوسف در برابر وسوسه مقاومت کردیم. یوسف و زلیخا فقط یک داستان عاشقانه نیست، روایتی است از ایمان، مقاومت و عشقی که وقتی از سطح جسم فراتر میره. اگه از شنیدن این داستان لذت بردی، حتما کانال رو سابسکرایب کن، لایک یادت نره و نظرت رو برای ما بنویس. چون قصه ها فقط برای سرگرمی نیستن، قصه ها آینه زندگی ما هستن